148 تحقیق روی 300,000 نفر در سال 2010 نشون داد که روابط اجتماعی و ارتباط نزدیک با دوستان 2 برابر ورزش و ترک سیگار روی سلامتی شما اثر داره و با کاهش استرس سیستم دفاعی بدن شما رو هم بهبود میده. داشتن دوست وضعیت کلی جسم شما مثل فشار خون یا آمادگی بدنی رو بهبود میده. عجیب به نظر میاد، اما تحقیقاتی در سال 2015 نشون داده که کاهش روابط اجتماعی در افراد مسن ریسک فشار خون تا بیش از 2 برابر افزایش میده. دوستان شما موجب بالا ماندن عملکرد ذهنیتون هستن. تحقیقی که روی 2000 سالمند بالای 65 سال انجام شد نشون داد که اونهایی که احساس تنهایی نمی‌کردن کمتر از نصف دیگران زوال عقلی داشتن. حمایت دوستان شما در شرایط سخت میتونه ورق رو برگردونه. تحقیقی در سال 1989 نشون داد زنان مبتلا به سرطانی که در یک برنامه حمایتی اجتماعی ثبت نام کرده بودند به مراتب از دیگر زنان مبتلا کیفیت زندگی بهتری رو تجربه کردند. میدونستید وقتی در دوران کودکی و جوانی شما اگر طرد بشین هورمونی به نام کورتیزول در بدنتون ترشح میشه که در استرس مزمن تاثیر مستقیم داره؟ خبر خوب این که ثابت شده داشتن دوست اثر این هورمون رو کم میکنه. کلام آخر این که در تحقیقی که در سال 1983 انجام شد مشخص شده که لزوما دوستان صمیمی نباید کنار هم باشن تا تأثیر روی سلامت جسم هم بگذارن و محبت و عشق بین دو دوست حتی از 10,000 کیلومتر اونورتر اثر خودش رو میگذاره. پس به دوستای خوبی که ازشون دورید پیامی بدید و بهشون بگید که قلبتون هنوز براشون میتپه.